سلام، خوش اومده به پارت 2 موتور حرارتیمون برای ساختش. بچه اومدیم 2 تا چوب بریدیم با همون اره دستسازه، اومدیم بریدیمشون. این تکه چوب همه جا هست. اینا رو الان در یک راست ببینید، در یک راست سوراخاشون رو میخوام بزنم. وسط ایناشون گرفتم و میخوام سوراخاشون رو بزنم و یه پایه‌ای هم در نظر گرفتم براش. این حالا یکم کوچیکا، یکی دیگه هم دارم، حالا اونم میارم که اینا رو بچسبونیم روش با چسب چوب، یا چسب چوب یا چسب یک دوستی دیگه سوراخشون بکنیم و یه دونه پایه خوشگل براش بسازیم. و حالا اینام که اینجا رو درست کنیم، بریم روشن میشه یا نمیشه، بریم براش. یه دونه لامپ میاری، حالا لامپ نیار، برو یه بادکنک بیار از این کوچیکا. من 3 تا آوردم که یکی پاره شد یکی دیگه، اینم پاره شد یکی دیگه، این پاره شد دیگه نداره. خب از این بالانزاها آوردم برای کجا؟ اینکه قراره یه سیلن از اینجا که اینجوری دورش خورده بیاد بیرون، اینم بشه یه سیلندر با بادکنک، البته بار پایین شدنش با بادکنکه. خب حالا قراره اونم بسازیم تموم شه بره. حالا الان که فقط میخوام پایه هاشو بسازم، تو پارت 3 دیگه کامل میشه. بچه ببینید، من اینو خب که ساختیم 3 تا. خب الان من این 2 تا چوبا رو که نقطه زدم، برم اینو سوراخش کنم و بیام. بچه رفتم سوراخ کردم و اومدم، اونطور که میبینید خیلی هم عالی. میزون حالا نگاه کنید، قراره اینطوری کار کنه. بریم نصبش کنیم رو پایش. رفتم یه چسب نو 1 2 3 خریدم و اومدم که اینا رو بچسبونیم. حالا نمیبره، چون سفته یکم اما انبودست اینه که از فشار کوچولو چسب دادم ولی انگار نمیگیره چولو. من باید چسب دوقلو بخرم بیارم که اینجا نمیشه. فکر کنم نمیگیره، دست 1 2 3 نمیگیره. با فکرم چسب دوقلوی چسب نمیدونم، یه چسب باید بریم بخریم برای یه چسب دوقلو فکرم باید بخریم. بچه الان چون من نمیتونم برم بیرون، بذارید یه بار دیگه تست کنم، چون الان من اومدم سر اینو دیگه نمیتونم برم خونه یه چسب بخرم و بیام. حالا این دفعه تست آخرم میزنیم و دیگه تموم شده.
گردی که هم خاک کرده بریزیم اینجا بزنیم نمیگیره. مثلا یه تیکه سیم بذاریم، ولی فکر نکنم نمیشه با چسبیک دوست این کار کرد. به جاش این که الان میلنگه. خب من الان این تراز میخوام بکنم، ببینیم چقدر باید میزونش کنم. میزون ببینید چقدر دقیقه. فقط یکم اینو باید بکنم یه پایین تر. الان خوب شد. الان خیلی بهتر شد. حالا بریم اینو بریم. اگه بخوایم اینو بذاریم اینجا باید چند تا برای خار درست کنم که عقب جلو نشه. خب بذار ببینم. حتی کلا یه ذره از این بیا بیرون یکی براش درست کنیم دیگه اصلا هیچ نیاز نداره. حالا با چی براش درست کنیم و اونم نمیدونم. به نظرم یه دونه چوبی سیمی یه دونه سیم مثلا اینجا بذاریم که اون بچرخه اینم بچرخه، ولی فکر نکنم بشه. ولی اگه بابی بره داخل کار من از اینجا یه خار بندازم توش با چسب بزنم بهتر از اینه که از اینجا باشه. دیدین چرا؟ چون اینجا باشه هی میگیره به بدنه و میخوره، هی چون فشار میاره از توها. ولی اگه بیرون باشه این فقط اینجوری خورده میشه، یعنی الان میشه اینجوری درستش کرده بیرون، ولی از تو هیچ دسترسی بهش نمیشه پیدا کرد و خراب میشه. بچه‌ها ببینید این میلنگ بلانی که ما ساختیم خیلی دل درست نیست. خب حالا من میخوام یه ذره اینو مهندسی تر بسازم. ساختن نه ها، یعنی بیشتر درستش کنم تا ساختن. خیلی ضعف داره. بچه یه خالی هم باید برای این یاله اینجا بذارم ببینم از کجا چی بیارم براش. آها فکر خوب. فویل آلومینیوم. یکم نازک‌ترش بکنم. و عین توپ بچسبش. اینجا خوب. اینو بذاریم تا خوش بشه. این خوش شد میریم سراغ بعد. بچه برای
تا اینم درست بشه من یکی دیگه هم درست کنم برای اون برش. با کاغذ هم میشه ها، ولی کاغذ خورده میشه بعد دود میکنه، چون کاغذ اگه زیاد سابیده شه بگی مثلا یه جسم دیگه ای گرما تولید میکنه. اینم چسب یک پروسس دیگه، وقتی این بشه وای مثل دود کردن اصلا یه وضعی میشه و خودش هم آتیش میگیره. اینم بذاریم خوش بشه تا بریم سراغ کار بعدی. بچه برای کار بعدی ما به نیاز به سیلندر داریم دیگه. خب ته سیلندرمون هم باید بسته باشه. خب در از تش اینجا، خب اینجا خب ما یکم باید با سنبته اینجا بتراشیمش که صاف. خب من برم یه دونه ورق آلومینیومی بیارم گرد بندازم روش، یه دونه چسب دوسته بزنم، بعد برم خونه یه چسب قلو بخرم بیارم بزنم آب بندیش کنم. اونجوری که من از ChatGPT پرسیدم این کار عملی میشه، ولی خب حالا دیگه ما داریم لیستادیم ببینیم میشه یا اینجا هم که میخوام چسبانی کنم میگم بتراشمش که قشنگ بچسبید. چقدر تمیز شد. بچه کلشو بزنیم تمیز شد. بچه تمیز شد. این برم یه ورق آلومینیوم براش بیارم بندازیم روش کجا چسب بزنیم بهش تا درست شد. دوستان ببینید اینا که الان ما براشون یه دونه چیز درست کردیم، نگاه کنید یه دوتا براشون خار درست کردم، اینم درست کردم براشون که اینم درست کردم، یه خاری هم اینجا درست کردم برای هم. ببینید چقدر خوب و فیت بازی. حالا ببینید بچه اینم یکم نگاه کنید لق میزنه. خب اینم الان با خاکره میارم میریزم چست یک دو سم میزنم بهش دیگه خیلی توپ میشه. حالا بریم برای ادامه کارمون که قبلا داشتیم انجام میدادیم این بود. خب یه ورق نخواستم برم بیارم برای این دیگه، یه ورق میارم بندازم سر این بعد چسب بزنم. بچه ها من اینو آوردم، ببینید این ورقه رو آوردم، اینو یکم بکوبم صافش کنم. ببینید الان چقدر خوب شد.
حالا اینو باید ما اندازه این در آریم. یه ماژیک دارم، خط میکشیم با این آهن بره میبریمش. یعنی نگاه کنیم میکنیم خط کشی میکنیم ببریمش. الان ما اینو با خط کشی کنیم. اینو باید از داخل خط ببریمشون. اینو نگاه کنید که خط کشیده. ببینید الان نگاه کنید خط کشیده. اینو باید از داخل خط ببریم. رو خودش بزنیم یه کوچولو. ببینید بچه‌ها چقدر خوب افتاد روش. خب الان ببینید الان رو سیلندمون که درست شد، سر سیلندمون. حالا یه کوچولو با چسبش بزنید، چسب یک دو سه بزنید که فقط بگیره ها. نمیخوایم این کلا چسبش این باشه. اینو حالا فعلا برای موقت داریم میزنیم که فقط بگیرش. کوچولو بزنم این برای اونورش هم بزنم. خب اینم بذاریم خوش بشه تا بریم سراغ کار بعدیم. کار بعدیمون یه پیدا کردنه برای این. خب ببینید الان یه برش خورده اینجا. نگاه کنید ببینید یه برشی خورده. الان با ما اینو یه براش سیلند از اینجا در نظر بگیریم که با بادکنک میخواد کار کنه دیگه اینجا. خب الان اینم باید در نظر بگیریم، بریم براش یه دونه یه چیزی پیدا کنیم که اینو فیت بزنیم جا دیگه. حالا دردسر سرشو باید به جون بگیریم و انجام بدیم. بچه من با خودم گفتم دیگه حالا ما اینو که الان بالا پایین میشد یه دونه نگاه کنید یه دونه فویل آلومینیوم براش لول کردم، گذاشتم اینجوری که این چم داخل این جاخاره این سوپاپمون که بریده بودیم. حالا اینم که میلنگ و همه چی اوکی شد الان دیگه. فقط الان باید ما بریم اینو رو همش کنیم. البته چون چسب چیز ندارم، چسب دو قلو ندارم، الان باید منتظر بمونیم بریم روز بعد که یعنی فرص بعد میشه که الان من دسترسی ندارم. الان میرفتم میخرم بیام اینا رو درست کنم، مخصوصا این سیلندمون.
این سیلندمون که اینجاش چیزه باید من براش چیزی پیدا کنم. حالا با چسب یک دوسته گیرش بکنم مثل این که بعدا میام با چسب قلو دورشو بپوشونم، یا با چسب حرارتی که مثلا تا 2000 درجه رو بتونه تحمل کنه و خراب نشه، یعنی نسوزه چسبمون. بچه‌ها ببینید اینو براش طراحی کردم و ساختم و بریدم و خم کردم و اینا، این شد. یعنی این اینجوری میاد اینجا هم یه ذره پهن میشه ها. این سرش میخوام یه رابط بزنم گنده بشه که سرش بادکنک بذاریم بالا پایین شه. ویدیو طولانی شد دیگه، میره برا پارت بعدی که کامل میشه. در کل یه لایک و کامنت یادتون نره، حتما تو کامنت ها بنویسید چیکار کنم، چی بسازم، که هر چی شما بگید و من میسازم. هر چی که شما بگید و میسازم، هر چی ها. یعنی مهم نیست چی باشه، یعنی فقط صنعتی باشه، یعنی فنی باشه، یعنی چیز دیگه ای نباشه. این شد از کار امروز ما. اینم از اینو، این یکی هم از این 4 تا قطعه الان برای موتور ما کامل ساخته شد. البته با اینا ها، یعنی اینا برای موتور استرلاکی ما یا موتور حرارتی ما اینا، یه بقیه‌اش هیچ، همینا. حتما این ویدیو رو لایک کن، برای دوستان فرست کامنت بذار که چیکار کنیم با اینها. این ویدیوش هم ساختنش رو گذاشتم براتون، اگه دوست داشتید ببینید. ویدیو ساخت و این بالا پایین میشد، یه پیچی براش طراحی میخوام بکنم بذارم اینجا که این بالا پایین نشه. البته ارش خرابه، با اینکه ارش خراب بود من اینو با این بریدم. اینقدر دیگه فکر چیه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.